ستاره ناهید بودی، از آسمان یاسوج به خاک تهران افتادی. تهرانی که به قول شیرکو بی کس برای کسی به جز مرگ نمی خندد. جوابت را داده بودند تا بروی و دکترا بخوانی. چمدانهایت را که بسته بودی، مادرت کاسه آب را حاضر کرده بود که پشت سرت بریزد برای برگشت دوباره‌ات. اما ظلم و ستم این رژیم دیکتاتور تو را بران داشت تا برای یک روز هم شده به خیابان بیایی و فریاد سردهی. تو میدانستی سر دادن فریاد آزادی چه طعم فراموش نشدنی دارد. میدانستی که به نام دانشجو باید به خیابان بیایی و حقهای گرفته شده را فریاد بزنی. اما ستاره، چمدانت هنوز در خانه است و بلیط‌هایت روی کمد. تو را بدون مادر و بدون خواهر و پدر و برادر و همسر در اختفا به خاک دولت‌آباد سپردند. تو را، ستاره یاسوج را، زیر شکنجه کشتند. اما ناهید عزیز، ستاره دنباله دار، ما راه نورانی تو را دیده ایم و دنبال می کنیم.